بچه‌ها سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. بچه‌ها ببینید، قطعا شما توی دیجیکالا سلر هستید که دارید این فیلم رو نگاه میکنید. همونطوری که میدونید وقتی که در دیجیکالا ثبت نام میکنید تسویه حساب به این صورت هست که فروش یک ماه شما رو آخر ماه محاسبه میکنن و در آخر ماه بعدی به شما پرداخت میکنن. در حقیقت وقتی شما کالایی رو امروز میفروشید 2 ماه دیگه پولش رو میگیرید و کالایی که آخر این ماه میفروشید رو در حقیقت آخر ماه بعدی مبلغش رو خواهید گرفت. اما برای اینکه ما بتونیم قیمتگذاری بهتری بکنیم و قیمتگذاری پایینتری رو داشته باشیم، همونطوری که میدونید بعد از بازار هم بتونیم به صورت نقدی خرید بکنیم. این امکان باید برای ما به وجود بیاد که تسویه حساب زودتری از دیجیکالا بگیریم که بتونیم بریم تسویه حساب زودتری انجام بدیم و کالاهامون رو ارزونتر بخریم. ارزونتر خریدن باعث میشه هم شما سود بیشتری بکنید، هم در رقابت با سلرهای دیگه قیمت پایینتری رو روی کالاتون داشته باشید. این امکان توی دیجیکالا آروم آروم فراهم میشه. وقتی شما فروش در حقیقت محولتون رو انجام دادید، به مرور زمان نسبت به میانگین فروشتون هرچی فروش بیشتری داشته باشید، دیجیکالا به صورت اتوماتیک این زمان تسویه شما رو کمتر میکنه. یعنی اول یک ماه یک بار هست، بعد 15 روز یک بار، بعد 10 روز یک بار و حتی وقتی به فروش میلیاردی خواهید رسید 5 روز یک بار هم با شما تسویه خواهد کرد. و چی بهتر از این؟ یعنی چه بستری فراهمتر و پرقدرتتر از این که بتونید شما تسویه حساب‌های به این نقدی داشته باشید و چه خریدهای خوبی خواهید کرد. یواش یواش به اینجا میرسید که اون کارخونه ها و اون شرکت هایی که شما دارید ازشون کالا و خدمات میخرید وقتی که پول لازم میشن زنگ میزنن به شما، میگن فلانی مثلا تو همیشه نقدی میخری، اگه پول داری ما مثلا 10% بیشتر از همیشه بهت تخفیف میدیم، 15% بیشتر از همیشه به تخفیف میدیم، ولی الان پول لازمیم. تو هم دارین تسویت رو نقدی میگیری، سری میری نقدی تسویه میکنی، 15% 10% بیشتر از همیشه رو اون کالاها سود خواهی کرد. پس ببینید بچه‌ها، چرا میگم دیجیکالا یک بستر خیلی مناسبه برای این قضیه؟ یکی از مهمترین دلیلاش اینه که اگه شما فروشنده خوبی باشید و فروش بالایی داشته باشید، اون هم تسویه حساب زودتری با شما انجام میده. میگه تو واسه من وقت گذاشتی، منم واسه تو ارزش بیشتری قائلم، سیستم حسابداریمو زودتر درگیر میکنم، زود به زود با تو تسویه حساب میکنم. و این چه فوایدی که برای ما نخواهد داشت. کلی اطلاعات مفید و آموزش به شما میدیم که چطوری بتونید فروشتون رو به فروش بالا برسونید و چطوری بتونید از این مزایای تسویه زود هنگام دیجیکالا استفاده بکنید که اونها رو در بسته‌های آموزشیمون به شما خواهیم آموخت. ممنون که با ما هستید. مرسی، میبینمتون.